دادگاه کشور پرم روسیه زاده تاجیکستان شانزر شازفاروف را با جرم قتل بیرحمانه همسر 21 ساله حامله‌اش شبنم و پدر عروس 48 سالش حاجی قربان رسولوف به حبس عمرباد محکوم کرده است. حبس عمرباد حد اکثر جزا در روسیه برای قتل 2 نفر از جمله زن حامله طبق قسم دوم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه است و شازفاروف حکمش را باید در مبحث نظامش مخصوص ادا کند. اعضای این خانواده مهاجران تاجیک زادگان نویه تاجیک‌آباد تاجیکستان بوده. پدر و مادر شبنم تقریبا 30 سال پیش در آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان به پرم کوچیده آمده بودند. یادآور می‌شویم روز 3 فوریه سال 2021 در کوچه اسینین محله زاستروفسکی شهر پرم شبنم شازفاروف 21 ساله و پدر 48 ساله او حاجی قربان را کشتند. جسد آغشته به خون و سربریده شبنم را در درون خانه و جسد پدرش را در کوچه پیدا کردند. در این جنایت بلافاصله داماد خانواده شوهر شبنم را گناهکار کردند. بنا به فرضیه تفتیشات شانزر شانزاروف آن روز اول در داخل خانه شبنم را کشته سرش را از تن جدا کرده است و سپس در روی اولی با پدر شبنم حاجی قربان روبرو شده او را نیز با حدود 60 ضربه کار به هلاکت رسانیده است. نشریه‌های محلی خبر داده بودند که همان روز 3 فوریه در کوچه اسیرین حدود 100 نفر از زادگان تاجیکستان جمع آمدند که می‌خواستند خودشان جزای شازفاروف را برای قتل همسر و پدر عروسش بدهند، ولی پلیس او را از این سمسود نجات داد. در جریان تفتیشات شانزر شانزاروف 2 دفعه مورد تشخیص طبی روحی و روانی قرار گرفت و هر دو تشخیص به خلاصه آمد که هنگام قتل همسر و پدر عروسش عقلش در سرش بود. خود شازفاروف در رفت تفتیشات به گناه خود اقرار کرده گفته است که شبنم میخواست از وی جدا شود و کودک بطنش را اسقاط حمل کند. پدرش هم از تصمیم او پشتیبانی میکرد و همین باعث نزاع خونین شد که با چنین فاجعه انجامید. از شبنم 2 فرزند خردسال، 1 پسر و 1 دختر یتیم ماند. نگاهبینی آنها را عمک شبنم به دوش خود گرفت و کودکان را به تاجیکستان برد. جنازه های شبنم و پدرش را هم مادر ماتم زده این جوان زن برای گور و چوب به تاجیکستان برد. این خانواده از تاجیک‌آباد بوده. پدر و مادر شبنم تقریبا 30 سال پیش در آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان به پرم کوچیده آمده بودند.